اگر شما با تمام گوشه و کنار دنیا با مثل ما سفر کرده خواهید با واتساپ اویکاسای شاهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوری نوع است. یازده جان давай شما میدونید من برای چی شما دعوت کردم اینجا؟ تینجه او کجا؟ نمیدونید شما نمیدونید بله مرد این خیلی نشده است این خیلی بدم نیده یازده تینجه مرد شدن در کار فهمیدید تینجه این پدری خدا رحمتی همین که شما را پدرتان گفت و بعد شما در همین خواهری ما داد فهمیدید شما همین اولادکی همین خویشاوندانتان گفتیم ما شما در بعد خواهر دادیم آدم این خیلی نشده است پس نشوید فهمیدید یازده جان من نفهمیدم شما چخیلی نمیفهمید شما چخیلی نمیفهمید خواهر اومد شکایت کرد ما یک هفته باز گپش هوای یا خیر این مرد شدن در کار تقوی او چخیل گوش شکایت کنید یازده جان باور کنید من این خیلی امید نداشتم از شما باور کنید و مرد باره آخه طاقت کنید شنید ده اوکا جان آخه من هر روز ایسر تو بگره در خونه ایم یگان جان نرفتم حتی ما طرفی خواهر شما دست نمید انا گپ در کجا یزنه جان خواهر ما که دست برداشت یک جا به ایستید ده آخر یک بار فرارد و آخر کمتر دردش هم برارد آخر چی به شما این خیلی سانی گوش کنید چی به آخرین وقتی که کوثر طرفی شما هوا میتید سرطان میگیرید میگریزه و بیستید یک بار رفته و کوثر زنت شما ده آخه دختر آخه یک خودش سبک کند مرد همین می مرد از درد ترسید می گوش کنید آخرین وقتا وای گفته است خواهری من کی کوثر میگرونه میگه سرش میگیره خیلی او مرد آدم بیست یک جوبه بیست یک بار زنت وای تو یک بار مردی یا نه آخر یازده جون من نمیفهمم آخرین وقتا وای بسیار شکایت دارد من با یازده جون زندگی این خیلی نشده است من زندگی پستی بلندی دارد میفهمم لیکن شما همچون مرد آخر طاقت کنید ایستید آخر طرف شما پای برداشت زد یکم بار زد پاش رسید یکم بار بیچاره یک هفته باز میزند یک بار پاش نمیرسد یک بار ایستید یک بار پاش رسد من ندارم پس بدید من برای فوتبال پس بدید به خدای طاقت کنید ایستید آخر طاقت کنید پیش خدمت ای به خدا من شما خیلی امید نداشتم و پیش خدمت تقا جان باش چه تمام انا میخیل یازده خب روید انا میخیل این اخه خورید زهرتان بایو لیکن استید چی به این خورو کم میچخید دین من همین نرخ با همین سوم با همین اخ گرفتم برای چی کم آزر بسید ای پیش خدمت لازم نمیشه ای دمتان گیریدی برای شما نعمت برای خودم خوراک گفتم خیلی یازده جان پیش خدمت خواهر جان یک بار بید میبخشید خواهر جان چون من 3 روز باز همین طرفخانه شما ده میبیم برای چی امروز خوراک کم هر 3 روز این خوراک این خیلی بود برای چی امروز کم نه جواب دید برای چی کم یا شما جواب دید یازده دمتان گیره جواب دید شما برای چی کم همون نرخ همون سوم او داودگی جاش نگیردین تقا او ده پیش تریزه چی بود کی ها اوجا برای رکلامه تقا جان با ایشچه صاف برای رکلامه خواه یازده گپ همین اکو دیگه گپ ندارم شما ده خواه نمیرین شما یازده مرد آدم طاقت میکنند مالی یازده جان یازده مالی و چی گفت وای فرزندی کلانی نوسی برده تینج بوده؟ مردک ساز بوده گفت نبیره مکتب رفته؟ ای سنتبر میرفته نغزه میگو مردک جان با چی ها؟ 2 روز پس دیرجدنی دارم ای با خدا توی هم تولد کرده ای مادر چی پدر کم میکنی مردک جان؟ های دلت چی میگه؟ میگو مردک جان این همی قبرستانی خدمانای کو ایم جا جا نمیگیریم ای قبرستانی؟ جا؟ مایلش مردک جان چای گیره چه؟ ای بخدایی یک خوابی نقد دیست دادم آزیر ای بخدایی تو وای کیرین ده فهمیدی؟ چیه مردک؟ همین کیرین دیوه نامش چی وای؟ زاکر علی را؟
توبه کنم خدا کیرین دم خیلی میشوده ای دیدی ویا نه سلام نه علیک این موری خطیخ کیلین داری اینوی ما خدا در شکر همش ای 1 کیلومتر میبینه که ای سلام علیکم السلام علیکم خیلی گرچنده روسیه ده باشدم خیلی گرچنده здравствуйте پاپا здравствуйте ماما گودم آخر داره که سلام و تربیه خمونه گرفته گه مردک جان اینه بارک الله فیام همین نوید ده همین خیلی بودی خیلی تربیه مرا گرفتی فیام خو همین پیاله خالی را چای میگوی من در دلم زدگی اخی یا چای بریز و چای مردک جان لب گوش کنه 3 روز پس زاد روز دارم چی تو فهمه کنه؟ بیستکو اکو بیستکو همین سال گذشته توفیق کردگی حالی استفاده نبردی با تو اینجا گپ میزنی